با سلام، من تارلان مدیر مدرسه دخترانه آزادی مساویس با زندگی هستم. تارلان مدیر مدرسه آزادی مساویس با زندگی. قطعی اسمی مثلا مخابام خیلی مفهمه به قرآن قطعی خری بفهم به قرآن باعث چفن کنه مقصی نشتن بفرم و رولا ادامه بعد خیلی مخلصیم. آبریزش بینی گرفتی؟ چطور؟ دو موقع برای آبریزی با شما هماهنگ نکرد دبی؟ هر موقع لازم شد میگم شما صحبت کنید. عزیزی ولی من اختیار کلامم دست خومه، یعنی هر موقع صلاح بدونه دونه من وامو کنم صحبت دور رو گران مفرستم بیرون. تا احتیاجیم به فرمان شما شی بابو چی؟ نهاره هی لالم هی جواب نمیده. آقای دریادل اجرا زنده است، خواهش میکنم خرابش نکنید. دنیا راست مویی پدیه واجب شد به همین تلفن یه پیامی به رئیس جمهور جدیدمون بده. آقای رئیس جمهور جدید، ما مردمان ایران فوق‌العاده آدمای خوب و نجیبی هستیم و اگه رئیس جمهور خوب و کاربلدی نصیبمون بشه فوق‌العاده کشور ایران هم میکنیم گلستون، یعنی خیلی بهتر از کشورهای خاورمیانه که الان هست و در حال پیشم. ما خیلی بهتریم بابا. بله متاسفانه نمیدونم چه ویروسی چی داره که هر رئیس جمهوری میاد دفعه قبلی بدتر بشه، یعنی هم میاد تو برا خوش پر میکنم میره بچهش نوه بچهش باباش هی ندیدم میره همه جمع میکنم میره هی به فکر ما مردمان بدبخت ولی خواهش میکنم جناب آخه اینجا مال این صحبت ها نیست که. من فقط خواستم بویم این وسط های توبره پر کردنتون بره اجداد و ندیده و نویرتون یه نگاهیم به این مشکلات جامعه و مردم ایران بنازید به قرآن. آقای دریادل من که پری وسط درد و دلم با رئیس جمهور جدید. ما به تازگی بین دخترامون یک مسابقه کتابخوانی برگزار کردیم. راست ما به این شکل والدین یک کتاب قصه برای دانش آموز تهیه میکنن و تهیه خریداری کلی پیلش رو لامصب. بله خریداری میکنن و در اختیار دانش آموز قرار میدن و ولی نه در اختیار قرار میادم چی پرت کردم جلوس این سگ. آقای دریادل جون گفتی ارجاز ایندیا لطفا یه تیکه نواچی ای فوتوشاپ چوسوپاش چی؟ چوسوچاپ ای با چوسوچاپ دراری در با میزنیم ببینم منه هم در بدارونه چینی تکه پارم میکنم مثل این سگ و وحشی. با تشکر. ما بین پدرها قرعه کشی کردیم و متاسف یعنی خوشبختانه نام ایشون در اومد. بله چون من تو تمام قرعه کشی ها اسم مفت دامون جز قرعه کشی بانک. بله و تصمیم بر این شد که وقتی دانش آموز کتاب رو مطالعه کرد یه خلاصه گویی برای خانواده‌اش داشته باشه و بعد پدرشون بیان اینجا و در مورد نحوه بیان دخترشون صحبت کنن. آقای دریادل بله خب چطور بود؟ چی؟ نحوه کنفرانس پشولی جان راستش هم بایم یا دروغ؟ راست لطفاً. بله اونجایی که یه پدر مسئولیت پذیر و روشنفکری هسته بعد خریدن این کتاب گرون اول خوندمش. چرا اون وقت؟ چون اگه من مسئولیت پذیر و روشنفکرم. چرا خودتون اول خوندین و میگم؟ خب روله 2 دقیقه خفه باشی داره مهم دیا. با من اصلا این کتاب شومم واخون آوردم. آقا نمیخواد بیارینش بالا تبلیغ میشه. با دست بکشولا با اون ناخونا چینگنزی. خیلی خوب با آروم خوب قرآن بیریم همه دامون نیارش معلم ای چون ازانی شکننده یا ای مدیر تعلم بزارت داشتم ما گفتم همه ای کتاب گیرون خریه ما مطالعه کردم و دیم یا خدا خو این پشوری بخونه یا مشه قاتل زنجیره ای یا خیلی فهمیده باشم نره تیمارستان. اون وقت چرا؟ بازی زر زد وسط کلامم خود داره مهم با اینا چی مدیر کرده؟ یکی بی یکی نبی 3 تا حیوان که رفیقم با این خبر لششون داشتن توی جنگل با خوبی و خوشی زندگانیشون هم مزگروندن که یهشو سر میز میزم داشتن چه مدرنیته ها داشتن سر میز
میزشو که مثلا کی غذا بیشتر بخوره کی کمتر بخوره دعواشون میشه. بعد اونی که کمتر بهشش رسیه میزنه با چینگال چشا اون دوتای دیگه هم در میاره و مکشتشون. دارید شوخی میکنید دیگه. شوخی ها؟ این گوش بید. یه دو تا رفیق داشتن از مدرسه برنگشتن خونه که یه تیکه از سنگ یا زیر پای او اولیه و چیه این گوز مفته از زمین. و اولیه فکر میکنه این دومیه بهشش زیر پایی زده و میا شو میکنه میا همون تخت سنگی 20 صاحب دنیا ور میداره و چیه مزنه تو سر رفیقشم جان آفرین تسلیم ارزاییل میشه. جدی؟ بدیم ببینم. کف کردی ها. چینی کار خدا نسیل کو می اسم تو قردکشی افتاد دامون تا بیاین اینجا و یه حرفا خوب بزنم و چشم و ابروی پدر مادرانه بابا کنه. خب عزیزان دیگه وقت برنامه‌مون تموم شده. به قرآن بخوای قطعش بکنیم میشه یکی از شخصیت اصلیای این کتابو؟ ایوا؟ بله عزیزای دلم میخواستم بیایم اینجا تا وشتون بویم پدر مادرای عزیز عدی کتابی جنسش خوبه و گرونه و زرق و برقیت دلیل نمیشه که محتویات داخلش خوبه. پس قبل اینکه او کتاب بدید و او بچه بدبخت و افکارش وارد شدی محتویاتی مسموم بشه حتما خودتون یه دور قبلش بخونیدش. با تشکر محمد دریاد مخلص و همه شماها. حالا دیگه هم بخوای قطعش بکنی قطعشون کارمه دیگه تموم شده. خدا نیاردارتون با خانم مدیر زشت با اون صدا چی بکشه این پشونی بدبخت با اون مدیر ایش